تا حالا شده حس کنی همه دارن یه چیزی رو تجربه میکنن و تو اونجا نیستی؟ به این حس فومو یا ترس از جا موندن میگن. این که فکر کنی یه جایی داره یه اتفاق خیلی مهمی میفته و تو اونجا نیستی. مثلا یه روز جمعه تو خونه نشستی و داری توی سوشال مدیا، اینستاگرام، یوتیوب چرخ میزنی، میبینی همه در حال خوشگذرونی و تفریح و مسافرت هستن. اون موقع این فومو رو تجربه میکنی، ترس از جا موندن بهت دست میده که این فومو عواقب بسیار زیادی داره، مثل استرس، مقایسه خودمون با دیگران، تصمیم‌های عجولانه و خیلی چیزای دیگه. برای اینکه این فومو رو کمتر تجربه کنیم بهتره که آگاهیمون رو بالاتر ببریم و زمان استفاده از سوشال مدیا رو مدیریت کنیم.